در زبان آلمانی گفتن میتوانی من جانی بگ، ایش جانی. در زبان آلمانی جمله ها همه وقت با فعل ساخته می شوند. باید بگویی من جانی بگ هستم. ایش بین جانی بگ. ترجمه: ایش من جانی بگ این نام من است، اما بین چی است؟ بین یک قسمی فعل زین است. زین بودن، بیت. آن را برای نشان دادن حالت، در کجا بودن و غیره استفاده میکنند. Ich bin، du bist، er sie es هست. چی طوری در تاجیکی من هستم، تو هستی، آن هست. در آلمانی هم همین طور فعل عوض می شود. بین هستم، بیست هستی، است هست. اگر شما این فعل را استفاده نبرین جمله تان خطا می شود. این وظیفه برای شما نرسین در کامنتاریا این کلمه ها چطور به آلمانی ترجمه می شود. من یک دانشجو هستم. تو از تاجیکستان هستی. او در مکتب است.